دسته حاصلات ناحیه فرخار برنده مدال‌های نقره قهرمانی تاجیکستان آمادگی را به موسم نوی فوتبال در میدان احتیاطی ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه شروع کرد. حاصلات به دور انتخابی جام IFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا که 31 ژانویه سال آینده آغاز می‌یابد آمادگی می‌بیند. این دسته که مقصد راه یافتن به دور گروهی جام IFC را دارد، هیئتش را مستحکم می‌کند. ما با هیئت دسته قریب 6-7 بازیگر دعوت کردیم. اینها محافظتگران خورشید بیگنظرов از دسته وحش، بختیار قلندرов از دسته وحش قران‌تپه، عبدالصمد حاجیبویов. بغیر از این بازیگر باز دیگر بازیگرانی دعوت کردیم با مانند محمد جان حسن از دسته برخی تاجیک، شادیبک غفورov از دسته سیسکه و عموما در نظر داریم که یک دو سه بازیگر دیگر هم دعوت کنیم. الان در هیئت دسته حاصلات 3 لیگیونر از گانا و 1 نفر از ازبکستان تمرین میکنند. امروز تو 2 هفته 3 هفته ان شاء الله همه تیار میشه. اوجدا یکم بازی 31 اوجدا میریم ان شاء الله بازی را میبرن. با ایجدا همه پرابلم نداره ان شاء الله بازی را میبرن. اویبک عبدالغفارov که سال دوم در خط دفاعی حاصلات بازی میکند از محیط خوب در دسته خوشحال است. آمادگی خوب میگذرد ولی کمی از هوای سرد ناراحت هستیم. شرایط ها خوبند. ما باید به مرحله گروهی راه یابیم. این وظیفه ماست. رقیبمان را میآموزیم و تنها بهر پیروزی بازی میکنیم. امیدواریم که آمادگی ما و بازی های دوستانه خوب انجام یابند. مرحله اولی آمادگی دسته حاصلات در پایتخت کشور تا سال نو ادامه خواهد کرد. مرحله دوم آمادگی دسته ماه ینور در شهر قیراقمی ولایت سوخت دایر خواهد شد. ماه دکبر یگان بازی رفیقانه به نقشه نداریم، لیکن در ماه ینور قسم دیمی تیاریمون در قیراقم میخواهیم گذرانیم و یک چند بازی رفیقانه با دسته های قزاقستان، ازبکستان گذرانیم. دسته حاصلات به رقابت از دوره پیشکی جام IFC شروع می کند. در این مرحله مسابقه رقیبی حاصلات باشگاه شاهین آسمایی قهرمان فوتبال افغانستان می باشد. بازی اول 31 ژانویه در مهمانی و بازی جوابی 7 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شوند. در مورد پیروزی حاصلات در دوره پلی آف با غالب جفت داردای قرقیزستان بالکانی ترکمنستان روبرو خواهد شد.